خب امروز میخوایم با این بالاتنه ها یه دونه تیشرت جلو بسته در بیاریم. این بالاتنه است که این قسمت پشتشه و این قسمت جلوی بالاتنه است. این هم آستینه. هر دوتاشون جدول دارن. اول سایز بندی میکنیم. سایز مورد نظرمون رو جدول گفت مثلا دور سینه دور باستن رو باید داشته باشیم. از جدول کمک میگیریم، سایز بندی میکنیم. الگو رو میذاریم رو چالای بسته. سرشانه رو میکشیم. برای اینکه سرشانه بزرگتری داشته باشیم، حالت افتاده باشه، 5 سانتی بهش اضافه میکنیم و برای کشیدن این قسمت الگو رو میاریم قسمت انتهایی حلقه رو میکشیم. حلقه رو که کشیدیم این قسمت من سایز بندی کرده بودم از قبل، برمیداریم و این خط رو صاف میکشیم. چون حالت تیشرتیه من دیگه صاف کشیدم که یه حالت گشادی لباس رو داشته باشم. و برای باز کردن این حلقه نگاه کنید، این قسمت که گذاشتم من اومدم پایین تر، در واقع 3 سانت اومدم پایین تر و حلقه‌مو دوباره این حلقه اصلیمو کشیدم. از طرف کارو یکم داخل رفتم چون زیادم هست، تیشرتیه دیگه. 3 سانتم پایین اومدم برای بازی قسمت بازوی کارم. و این قسمت پشت یقه است و این قسمت هم که علامت زدم قسمت جلوی یقه است. این قسمت رو علامت میزنم و به این حالت تو یکی از این بالاتنه، چون یکیش پشته و یکی دیگهش قسمت جلوی لباسه، فقط علامتش الان اینجا میزنم. من بالاتنه رو قیچی کردم. همطور که میبینید من دو قسمتشو دو تا از این بالاتنه دارم، اما باید یکیش قسمت جلوی بالاتنه باشه. یکی از بالاتنه رو میذارم کنار و دوباره برای بالاتنه پشت یقه میکشم. برای قسمت بالاتنه جلو این یقه رو میکشم، یقه گرده و قیچیش میکنم. این قسمت میخوایم آستین در بیاریم. الگوی آستین رو میندازیم رو چالای بسته و قسمت بالای کلاهک آستینمون رو میکشیم و برای داشتن این قسمت اضافه میایم از بالاتنه استفاده میکنیم. این قسمت حلقه بالاتنه است. میایم به این قسمت کارمون میگیریم تا مشخص بشه که این قسمت چقدر باید باشه. اضافه رو من میذارم، یا از جدول استفاده میکنم یا دور بازو رو میگیرم تو این قسمت تقسیم بر 4 میکنم، یه چند سانتی اضافه میذارم، این قسمت رو مشخص میکنم. پایین آستین تیشرتم که سلیقه‌ایه، من برای این کار 24 سانت گذاشتم و قد آستینم هم کوتاهه چون آستین تیشرته. این قسمت رو به این وصل میکنم و این قسمت رو قیچی میکنم. دو تا آستینای من اینجوری در میاد.